به نظرتون کی میبره؟ سریعترین مرد دنیا یا سریعترین ربات دنیا؟ شروع کنید. ما قراره پیشرفته ترین رباتایی که تا ساخته شدن و در برابر نخبه ترین آدما قرار بدیم. مثلا رقابت بهترین راننده دنیا در برابر یه ربات هوش مصنوعی که عملاً قوانین فیزیک به چیپ سمت چپشه. بهترین ورزشکارای دنیا در برابر رباتایی که ممکنه تا چند وقت دیگه جاشونو بگیرن. فقط واسه اینکه بفهمیم آیا دوره سلطه آدما به پایان خودش رسیده یا نه. جوابش ممکنه سورپرایزتون کنه. با قوی ترین مرد دنیا هم شروع می‌کنیم در برابر این مک. حاجی این خیلی گولاخه. این ربات 50 برابر قوی تر از چیزیه که حتی یه آدم بتونه خوابشو ببینه. پس حالا سرنوشت ما و آینده بشریت همش به اراده این مرد بستگی داره. اون قراره با این ربات غول‌پیکر رقابت کنه. ای خدا، یه لحظه پرام ریخت. قوانین چالش سادن. تو باید این 3 تا ماشین رو چپه کنی و اون اتوبوس رو از روی بقیه ماشینا پایین بکشی و باید سریعتر از این ماشین انجامش بدی، وگرنه شروع بدی واسه تیم آدما خواهد بود. باس ببرم. پرچم بشریت رو ببر بالا. 3 2 1 شروع کنید. وای خدا جو، اولین ماشین رو چرخون. حالا ببینیم مک چی کار است. وای اونم اولیشو رفت سراغ دومی. یالی این دانشمون خیلی